موقعیت برای استقلال خوزستان. یه غفلت در خط دفاعی و باید مراقبت به عمل بیاد که نمیاد و بهت و ایرت در این لحظه از بازی. قطعاً رو باید ستاره استقلال خوزستان بدونیم. حواسمون به صحنه آهسته بود که اینجا حواس پرسپولیسیان گویا پرت شد از مهاجمین استقلال خوزستان. در این لحظه فرصت یه مکس خونسردی کنانی زادگان کاملا میخکوب میکنه، استفاده ببره و حالا گل دوم. آیا این پایان مسابقه است؟ مرندد گروسیان بیرون میاد یا نه؟ ضربه عالی کثیر، گل مساوی. پرسپولیس به بازی برمیگرده. پرسپولیس 3 استقلال خوزستان 3. مالیشا دانیال اسماعیلی فر یه موقعیت، یه ضربه برمیگرده زیر طاق دروازه. چه قوقایی برپا میشه در ورزشگاه آزادی. چند ثانیه قبل استقلال 10 نفره بیاد به گل برتری برسه، به یک بازی مرسوط میزنه. پایان